چی گفتی؟ مامان چرا به حرفام احترام نمیذاری؟ احترام نمیذارم؟ مگه چه حرفی زدی که من احترام نذاشتم؟ میگم داداش یه خواهر یه دونه داداش کوچولو یه دونه خواهر کوچولو چرا برام نمیاری از دنیا؟ بیارم برات؟ آره. از کجا بیارم؟ از دنیا دیگه. از دنیا بیارم؟ آره. خدای نینی دیگه احترام نمیذارم؟ یه دونه پسر دیگه یه دونه دیگه. نه همون جوری که داشتی بهش میگفتی دوباره بگو. خدا یه خواهر 2 تا داداش دیگه بیار که من 2 تا دختر باشه یه دونه 2 تا هم پسر. جوجه کشیه مگه؟